زیادتر نمیشناسن که اینمی اصلی است یا که بدل است. اینا ما برشان عملا نشانشان میتم که سنگ اصل سنگ نقل چه قسم باید شناخته شود. اینجا من یک سنگ اصلی رو میارم، یک سنگ نقلی رو میارم. اینجا لاجورد است، اینجا نیلم است، این بیروچ است، این فیروزه است. من در سنگ بیروچ نورستان ایره برش مزین ساخته. بگوییم که قیمتی ترینش در بین از این انگشترها کدامشان است؟ گفتن سنگ ها هر کدامش که استفاده بکنیم یک فایده به بدن داره برای اینکه ما استفاده کنیم. آیا کدام سنگ که یک شخص استفاده میکنه اگر مناسبش نباشه کدام ضرر هم برش داره یا نه؟ ما یک تغییرات در نوع تولید خود ما آوردیم. خدا کنه که هموطنای ما ایره ببینه خوشش بیاید. و این که هست انگشترهایی را که ما تازه جور کردیم و زمرد هست و اینجا سنگ های مختلف هست. اما این ساختار وطنی را ببین چقدر مستحکم کار شده، یعنی را تا که خودش دلش نزده میتونه به دست خود کنه. و همچنین نمی 925 نقره کار تایلند است و 925 نقره وطنی تفاوت نداره. برام خداوند بخشنده و بنهایت مهربان. سلام درود نثار یک شما خوبان. امیدوار هستم هر کجای کسی جور و صحت و سلامت باشین. بازم من تمنا امیری در خدمت شما وطنهای عزیز هستم و امروز باز هم ما آمدیم پیش استاد بزرگوار استاد فهیم نعیمی که قبلا ما امروزشان یک برنامه داشتیم. باز امروز به خاص شما وطنهای عزیز خواستیم که بیایم پیششان از کارهای جدیدشان دیدن بکنیم و همچنان صحبت‌های شیرینه که راجع به سنگ‌های قیمتی افغانستان می داشته باشن که صحبت‌های میکنن که آدم دل آدم میشه پای صحبت‌هایشان بشینه و قصه هایشان را گوش بکنه. امروز باز هم ما آمدیم، پس چی خوب است که شما تا آخرین دقایق لحظات این برنامه بیننده برنامه ما باشین که قرار است چی چیزای جالب دیگر ما امروز در این برنامه با شما وطنهای عزیز با استاد بزرگوار یک جا به نمایش بگذاریم. سلام استاد، خوب هستین؟ با سلام، خوش آمدین. خوش باشین، سلامت باشین. از تشریف آوریتان بسیار تشکر. و از هموطنان ما بسیار سپاسگزار هستیم که همیشه ما را تنجید میکنن و میخواین که دوباره صدای ما را بشنوند. سلامت باشین، بخیر باشین. استاد یک برنامه قبلا هم همراهتان داشتیم. بله. به خاص وطنهای عزیز ما و همچنان خود من که بسیار مشتاق قضیه بودم که دوباره همراه شما رو برو شوم و همچنان از کارهای جدید شما دیدن بکنم که امروز بازم آمدیم نزد شما. خب بازم از شما تشکر. ما هم بسیار خوش هستم به خاطر چیزی که من یاد دارم مگه دیگران از او چیز بیاموزم. ما هم خوش میشم از آن. مهربان هستین، سلامت و بخیر باشین. استاد که اینجا مصروف کار بود و ما آمدیم و مزاحم شما شدیم. هیچ خواهش میکنم، هیچ مزاحمت نیست. منطقه میگم وسایل ما بسیار ابتدایی پیشرفته نیست ولی دمی وسایل ابتداییش خدا را شکر است که مشتریم زیاده. هنر در دستان شماست. این وسایل دیگه هیچ کار کردن نمیتونه. متاسفم. تشکر. خب بسیار کسا هستن شکری هنر دارن اما ما را تشویق میکنیم. تشکر. خواهش میکنم. استاد امینجا مصروف کار بودین امیاله چی کار میکردین؟ ما یک چند وقت پیش فرمایش گرفته بودم یک خواهرمو که ندیدمش و نمیشناسمش از آنلاین به ما زنگ زد، یک سیتک فرمایش داد و او سیتک ما سر دست گرفتم و خلاص کردم. یک ذره پیسام از طریق وست یونین برای ما روی کرده بود، نه ما را میشناخت نه دیگه. خب مقصد ما کارش خلاص کردم که شما را گفتم بیاین کارایش ببینین و چون کارش خلاص شده ولیکن سیت خلاص شده یک کار دیگه عین چیز ما سر دست گرفتم به خاطر که وطنان ما ببینه که با واقعا ما اینمی چیزا رو توسط دست می سازم. این انگشترکی است که ما بر از اونا ساختیم و این یک جور گوشواری است که ما برشان ساختیم. یک سیت مکمل. یک سیتک و جالبی دی چی است؟ جالب است که چرا جالب است
ایره ببینین ما مطلق از سنگ رفت ساختیم لاکت از ایره یک سنگ که از معدن آمده و البته این کتلاک خودش برمرایی کرده بود که در مرواری بود باز ما در سنگ بیروچ نورستان ایره برش مزین ساختم و انشالله که میبره اینمی کاره یک کمکش ما در مقابل کمریتان اجرا خواهد کردم. بسیار عالی، ما به صبرانه منتظر هستیم ببینیم چون واقعا یک ست است بسیار ظریف اما تو مقبول. بسیار یک دختر خانم خوش سلیقه که به استاد بزرگوار سفارش دادن که برشان آماده بکنن که نیمت تکمیل است دیگه یا تکمیل شده استاد؟ این خود تکمیل شده، نه تکمیلش اینجا یکی دیگر هم سر همین دیزاین میخواین آماده همون دیزاین ها به خاطر همون دیزاین اینجا بسیار آسان است. من پیشتر گفتم که وسایل ما بسیار ابتدایی است ولیکن خدا را شکر است که هموطنای ما به می وسایل ابتدایی قناعت دارن. این همو فرمکی است که این می نگینه ما دی باز قایم میکنیم پسان. حال فعلا مقدماتی یک کم کارشم برتان در مقابل کمریتان اجرا میکنم. اینجا البته موادای کیمیایی است کلش که استفاده میشه و خوشبختانه اکثر موادای کیمیایی مضر که بوده ما تانستیم که بدیلش پیدا کنم و چیزی که مخرشت نباشه دست سوزان نکنه کالا را نسوزانه و موادا را ما تغییر دادیم و خوشبختانه موفق شدیم در تغییر موادا. اینجا این حال ما به شما گرچه در مقابل دیده کمره یک کم افلاطون وقتی در چوکی شاگردا ششت کم رنگش پریده بود گفت چرا؟ والا در چوکی شاگردا ششتیم. خودش هم استاد بود. خود مقابل کمریتان خدا کنه که ما بتانیم. میتونیم استاد. بر ما یک موضوعی که زود به ذهن خود ما همیشه میایه ای که امی خود سنگار از امی ابتدا اینا را از کدام معدن ها استخراج میکنن؟ از امی ابتدا کی ها اینا را به شما میارن؟ معدن هایی که استخراج میشن خود معدنچی هستن. حالا خود قرارداد میگیرن، قرارداد شکل گرفتن یا میارن در کابل که آوردن اونمو کسا بازی را میارن در بازار. وقتی در بازار آوردن و جواز خرید و فروش همی جنس دارن وقتی آوردن باز ما از یا میخریم اکثرا سنگ رف هم میخریم. همیال بر شما سنگ رف در لاکت امی خانم نشان دادم. بازی ما نگین تراشی هم میکنیم. خوشبختانه که ما در نگین سازی در جیپور هند در مدرن ترین وسایل آموزش دیدیم و 30 نفر شاگرد هم آموزش دادیم. بسیار. و همچنان 30 نفر بچه ها را البته با کمک اداره ایتالیان کاپریشن است و ما تا حال رم با اداره ایتالیان کاپریشن کار میکنم و وفادار هستم و اونا هم علاقه دارن که از کارهای ما مستفید شوند. کارهای ما را میخرن میبرن در ایتالیا، در واتیکان، در شهر روم، در میلانو یا به فروش میرسانن. حتی مرا در سال 2008 خودشان دعوت کردن بردن در شهر فلورنس. اونجا رفتیم برای هموطنهای خود یک تصدیق نامه تقدیر نامه کمایی کردم نام افغانستان. ما تانستیم که بلند بسازیم. اینی رقم شده. یو ناپالش است. اینجا پالش کردگیش است. این دیگه هم جور شده. ببینین چقدر این کار دست است مکمل. این انگشترک هم نیم کار است که البته کم کارش مانده. اینجا باز اینجا مکمل تر شده. این ببینین که مطلق سنگ رف است. این تراش دی نشده. یک زنجیر اندازی از این مانده و او گوشواریشه. ببینین چقدر یک تغییرات به خاطر نوآوری کردن دیگه به حساب دی ما آوردیم.
استاد امی خود از امی چوبکش میگن خود چی میگن؟ فرمش، بله فرمش نقره است. من در خب. طلام کار میکنم، در نقرام کار میکنم. در طلا اگر دیزاینی باشه کم کم دیزاینی هاشه، چون وسایل من بسیار ابتدایی است، یاد دارم جور کردم میتونم، اما ساده کاری را بسیار زیاد، یعنی 70% ساده کاری میتونم کردن و قریب 20% دیزاینی کاری کردم میتونم. باز اگر خواستین یگان چیزای دیزاینی هم باشه من براتون نشان میدم. بسیار عالی، ما منتظر هستیم که شما برام نشان بدین. واقعا کاری که استاد انجام میده بسیار زحمت کار داره، یک چیز ساده ای نیست، آسان نیست. استاد امی یک انگشتر یا یک چیزی را که شما میخواین آماده کنین چند ساعت را در بر میگیره؟ اول خب ما موادای خود کلش آماده میسازیم. همین مواد بر 20 تا 30 دانه انگشتر، مثلا تنها انگشتر یا لاکت یا گوشواره، این موادای خود این میره کلش یک جایی آماده میکنم. مثلا طلا یا نقره باشه ذوبش میکنم، باز یک ماشین داریم معالجی میگیمش که ایره مطابق میل کار خود علاجی میکنیمش، مثلا تختی، دوره، دنده یاش از علاجی میبراید. باز دیگه متباقی کل کار ازی توسط چشم دست است. این به طور مثال اینیگک نگینشانی شده، دیزاینی شده اینیگک. اینی کم دیزاین داره، کمک دیزاین داره که اینمی دیزاینی کاری از ایرام وسایل که بسیار ابتدایی دارم مجور میکنم. یا فرض مثال اینی از او که کمتر از دیزاینش یا زمرد است یا در طلاستن. این مثلا اینیا ساختارایی است که خودم در بغلش دوتا نگین الماس شانده می کمک دیزاینی. اگر ازی کدام باز دیزاینی تر مغلق تر شوه، باز ما از یگان وسایل ماشینی استفاده میکنیم. اینجا کرایی هستن. بسیار عالی، بسیار عالی. استاد از الماس یاد کردین، خانما خصوصا دیگه از طلا کدم بیشتر الماس خوش داره دیگه. چی خوب است بگوین که در این دکان تا کس سفارش میده یا خودتان آماده میکنین که انگشتر آماده کنه یا یک گردنبند شاید زیادتر یا نخواین چون قیمت میشه زیاد، انگشتر معمولا میخواید اینجا آماده میشه؟ سنگ الماس هست یا هست الماس خو سنگ افغانستان نیست. در دنیا الماس کریوایرو درجه اول الماس است و بعد از او از افریقا درجه اول است. از لحاظ داشتن خود عناصر که الماس هم میسازه و او خاطر اشوروی تنها از کریوایرو که از دیگه معدنایش نه و از افریقا درجه اول از در جهان و از همین سبب است که چون در افغانستان نیست، این یک سنگای وارداتی است که از طریق مختلف مثلا اشوروی مثلا از هندوستان تا از خود افریقا سنگ میآید در اینجا تراشدگی میآید، اینجا آماده دیگه تقریبا آماده میآید. ما فقط نگین تیار است میخریم، در بغل انگشترهایی که ضرورت داشته باشه، لاکت چیزی که ضرورت داشته باشه ما برش آماده میکنیم. وطنهای ما عکس بر مرایی میکنه در موبایل ما. این پری روز یک نفر عکس رایی کرد که بر ما ساخته میتونی در طلای 18 یار باشه، 15 دانه نگین زمرد داشته باشه. متاسفانه همینطور است مردم فکر میکنه که خیلی البته که در افغانستان جوی طلا و زمرد روان است. یک کریت زمرد $100 است، اوسط اگر نه $1000 $800 هم است یک کریت. امی اوسطش $100 است. 1 گرم طلا 5 تا 5.5 افغانی است. خو یک لاکت وزن میگیره 15 گرم. 15 گرم ضرب 5.5 افغانی کو، $100 هم ضرب 15 کو که گفتمش 2500 از خط گم شد. گفت خیال من که یک 2-3 هزار افغانی میشه. هموطنان عزیز و قدر در جویا روان نشده طلا و نقره و الماس که ما به بیع کم ما ظالم هم نیستیم. ما بیع میکنم این انگشتر 25,000 افغانی، از او سو اول میای که میره 10,000 افغانی نمیتی. من خود دیگه کدام چاره ندارم، صرف دواسپ همراهیم است، دیگه گپ نمیزنم، دیگه گپ نمیشه. ما تحصیل کرده هستم، معلم بودیم، کدی کس خود درگیر نمیسازم
یگانه کاری که میکنم چپ هستم دیگه، باز چیزی نمیگم. بار دوم که تماس میگیره ازش خواهش میکنم که شما مرا خیال کدام کسی نکنین که من در جان شما میزنم. جنس را که ما میخریم 10% فایده سر از او اضافه میکنم، باز سر از او قیمت میمانم. و دهی اواخر قبلا نرخ من مشتریم کلش بلد است. من 50 و چند سال از کار میکنم، مشتریم مرا میشناسه، کتیمه جگره نمیکنم. ما جنس فروختیم 22,000 وست یونیان بر من 24,000 رایی کرده. گفته تو ارزان، گفتی اینم دیگه چی کنم؟ گفته تو ارزان، گفتی و نوش جان کو. ولی یک تعداد مشتری ها مرا خودشان آموخته ساختن، ما برشان عالم از 10,000 1,000 20,000 2,000 زیاد جگره را ما هیچ خوش ندارم. دقیقاً این اینجا که من هستم امیالم و تنهای عزیز کسایی که بینیده برنامه ما هستین، اولا خمی یک انگشتر که شما اینو میره میبینین شاید بسیار ساده معلوم شود ولی بسیار اما تو جنجالی است که وقت زیاد کار داره و همچنان سنگ های قیمتی اما تو استاد گفتین در جوی و تو چیزا روان نیست که استاد یک گوجی را بگیره اینو تو پشت کده بیاید دمی دکان که کار شروع کنه برو خیر کمی 1,000 داد 500 داد فرق نمیکنه. سر از کاران بسیار تمجید میکنن از کشورها، حتی خانما هستن که جمعه امرای مکس میگیرن. پری روز فراجان شاهد است، یک دکتر که سنش از مکه 5 سال کلان بود، میخواست پنجه مرا ماچ کنه، یک انگشتر فرمایش داد. ما گفتم که بوسیدن در قرآن عظیم‌الشان سنگ حجر اسود دستای پدر و مادر دیگه چیز جایز نیست، مستو که خورد است و مؤخر ترقیت کرد دست خدا. خب پنجه کارگر راستی از بوسیدن است، قابل قدر است، اما با او سطح نیست. از ایشان بسیار سپاسگزار هستیم. اما او که گفتم جگره میکنن و باز وقت ما میگیرن و کم هستن تعدادشان. کسایی هستن که بیشتر ارزش کارتان نمیفهمن. واقعا کار که شما انجام میتین هم خاص است و هم با ارزش است. خودتان هنر هستی. دیگه گفتین استاد یک مدل دیگر گفتین برتان نشان میتونم پرکارتر است گفتین فکر کنم میاله امی بوده که ما گفتم یک کمک کار عزیز دیزاینی تر است. اینا همون انگشترها را بیار بچین. اینجا هم دیگه وسایل است. یعنی وسایل کاریم است. خب در کارخانیم باز یک ذره وسایل زیادتر است، خوبتر است. اینجا عمق یگان کارها را که ما در خانه میکنیم باز باقیش در اینجا میکنیم. اینجا این کارکای دیزاینی کاری دیگه هم است. مثلا اینی است، شما ببینین چقدر دیزاین شده. یک انگشترک مردانه است، دیگه شه ببینین چقدر دیزاین شده. بسیار عالی. یا کلش سنگ هستن، نیلم است و فیروزه است و بعض چیزای دیگه است. و همچنان اینجا اینو ببینید کمک دیزاینی کار زیادتر شده. ولی برای هموطنان عزیز خود میگیم کار دست و کار ماشین بسیار فرق میکنه. ماشین ما خودم دیدیم در جیپور هندوستان هم دیدیم، در فلورانس ایتالیا هم دیدیم، ریموت کنترل در دستش است، در صفحه تلویزیون میبینن، اون از اونجا رهبری میکنن. این حال من نمیتونم که اون امور توسط وسایل که بسیار ابتدایی دارم امور جور کنم. برای هموطنان ما میگم مجبور میکنم 8 و 10 9 و 10 فرق میکنه. کار دست است. یک خانم دین شو برای من رایی کرده، یک دانه انگشتر، اگر مایل باشین ما به شما نشان بدم از این انگشتر. ما برش گفته میشه که 8 و 10 فرق میکنه، به ما چیزی نگفته. این از شما ببینین اینی انگشتر را به من روی کرده، باش صفحه شما یک کمک روشن کنم چون خودم روشنی را زیاد. اینی را بر من روی کردن از هالند است. حال کودش 31 است، کود 31 هالند است. من بر از او گفتم خواهر من میره برتان جور میکنم، ولی که نگینای از ایره که ما نگینشانی کنیم بین سطح ماشینی ما ایره نگینشانی کردن نمیتونم. بنان این نگینا از پیش از گم میشه. بنان من میره جور میکنم بی نگین. این شما اگر میخواین میل دارین صدایش هم میشنوین که گفتم من همین چیزی که شما جور کنین مهم بر من کار شماست. این شما بش استاد عزیز بازم شما را زحمت دادم. اگر این قسم بسیار زیاد دیده میشه در چشم میآید که نگینای ریز نداشته باشه، همینطور نقره باشه،
بدون نگین، فقط نگین یاقوت که در بالا هست، نگین یاقوت فرمایش داده که خوب نگین خوب دیده میشه. میخوایم که بگویم که این نگین استاد جور کرده، سرش یک افتخار کنم، دکلکم بکنم که همه چشمش بخوره و ببینه. دیگه شوخی میکنم استاد، میخوایم یک چیز زیبا و مقبول است، زیبا و مقبول تر شود. اگر نقره باشه بسیار زیاد خوب است، بدون نگین. اون نگین های دیگهش باز میریزم یک ذره، چون ما خودم برشان گفتیم وقتانا به این زایی نمیسازم، یعنی ما خودم برشان گفتیم که اینمی کار ما براتان میکنم، اما با تفاوت اینی کار با او خاطر اون دیدین که قبول کرد، گفت ما فقط میخوایم که بر دیگران نشان بدم که ساخت دسته استاد است. معلم صاحب است. بسیار عالی. واقعا این که مشتری ها شما رضایت داره و کارتون چون واقعا عالی است که همگی از شما رضایت داره. دیگه هموطنای عزیز یا من دیزاین های انگشتری است که هم برای آقایان و هم خانمای عزیز هستن. بسیار متو دیزاین های مقبول است. اینجا برنگا و سنگای مختلف دیزاین شده. استاد میشه که بر ما اینه میره خود در مورد سنگش بگویی، در مورد اینکه چقدر وقت شدی را آماده کردی، میشه که بر ما یک معلومات این یک کمک کارش ساده است که هم زمرد است، طلای 14 یار است. ما تر 8 تا 10 تا انگشتر را سر دست میکنم، روزانه 1 تا 2 ساعت کار میکنم در خانه. در این 2 ساعت 5 دانه انگشتر را در 5 روز ما، یعنی برای یک انگشتر در 2 ساعت ما میتونم تولید کنم. یعنی 5 تا انگشتر بعد از 5 روز مکمل مبرایه. اگر با ساده کاری باشه 10 دانه مبرایه، اینی ساده کاری است اینه تا 10 دانه از مبرایه. ولی این باز یک کمی که دیزاینی کاری تر باشه، اینی رو ببینین دیزاینی کار تر است، یک ذره وقت زیادتر میگیره، یا پیشتر که نشان دادن نگینشانی زیادتر داره، باز او کار وقت زیادتر میگیره. بسیار عالی. در مورد سنگش بر ما بگوین. سنگای اینجا سنگای مختلف است. اینی هم زمرد است، هم علاقمندا زیاد از در افغانستان برای زمرد هستن. اینی ها که میبینین کلشان اینی ها زمرد هستن. اینی هست بیروچ است، بسیار خوب بیروچ است و اینجا لاجورد هم است، اینجا نیلم هم است، این بیروچ است، این فیروزه است، اینی هم فیروزه است، اینی فیروزه است و اینی یک بیروچ است، بیروچ گلابی است. هموطنان ما خبر داره که بیروچ 12 رنگ داره. 12 رنگ؟ 12 رنگ داره، حتی در یک سنگ 2 تا 3 رنگ موجود می باشه. او دلایل خود رنگ بندی از خود یک دلایل داره. دلایلش این است که در امون نقطه که منرال تشکل میافه و میخواه که مراحل جیولوژیکی خود تکمیل کنه، هرگاه یک عنصر کم باشه یک عنصر زیاد، این بغل رنگش تغییر میکنه، این بغل که عنصرش زیاد است رنگش تیزتر میآید و او طرفش که مثلا 3 رنگ است، رنگ دیگه است، در او طرفش یک عنصر دیگه اضافه شده که رنگش. این گپ مر رنگ مالا خوب میفهمن که رنگ واجور میکنن. یعنی هرگاه عنصر که منرال میسازه موزون باشه، باز رنگ مساوی می داشته باشه. هرگاه یک عنصر کم باشه رنگش پایین تر می باشه، یک عنصر زیاد باشه رنگش تغییر میکنه. به او دلیل بسیار عالی. اینمی که انگشتری ها تمامش مقبول است، دیزاین ها متفاوت است، رنگایش هم سنگایش هم متفاوت تر هستند. بگوین که قیمتی ترینش در بین از این انگشتری ها کدامش است؟ در بین انگشترها هم ریزگه که پیشتر نشان تان دادم یک ذره او قیمتی تر است. او قیمتش 25,000 افغانی است که شما پیشتر دیدین. زمرد است، زمرد پنشیر است، طلای 14 یار است. باز اینجا که هستن دیگه از این با پایان 22,000 تا 15,000 افغانی در اینجا هستن. تا 20,000 افغانی در اینجا هست؟ از 15,000 20,000 تا 25,000. بسیار عالی. استاد امی انگشتر که شما قیمت گذاری میکنین نظر به کوالیتی و کیفیت و سنگش دیگه بستگی داره؟ بسیار خوب سوال کردین که ما پیشتر هم گله کردم از هموطنان ما از جای نمیافیم که ما 100 روپیه میکنم و میگه 20 روپیه میتی. اول خود سنگ درجه بندی داره.
درجه بندی بسیار مردم میگه کوالیتی از این و از این فرق داره. سنگ است، کوالیتی کلش یک کوالیتی است، رنگ فرق داره. رنگ رنگ هر قدر سطح بالا داشته باشه، قیمت بالا داره، داخلش جغزجال جیولوژیکی نداشته باشه، به حساب کلمه انگلیسی انکلوژن نداشته باشه، او قیمتش بالاست. هرگاه داخلش جغزجال جیولوژیکی باشه، رنگش پایین باشه، باز قیمتش نازل میشه. بنان از روی سنگ وزن طلا و زمان کاری که دی صورت گرفته. به طور مثال این 3 گرم طلا برده 3 4 12,000 افغانی طلایش است. قانونی کدش محاسبه میکنم. 3 دانه نگین برده 3 کرت نگین است. 3 دانه نگین هم امی 3 4 12,000 24,000 افغانی تمام شد. من که 25,000 میگم این خودت فکر کو مرا که 12,000 بگوی آفرین من حسابم خراب نمیشه، اما من خنده میکنم میگم که خود صحیح فروشی نیست. یا بسیار اوقات میشه تکرار میکنم وطنای ما که امور جور نامدی میگم امو فروخته شده، خواهر یا برادر یا هر کسی که هستن میگم فروخته شده، یکی دیگه خوش کو. من چیز گفته دیگه از این زیاد نمیتونم. پس بنان به اساس یک محاسبه است 1000 افغانی من حق دارم که یک چیز باید فایده از او بیشتر هم حق داریم، به خاطر از اینکه جریان کار که ما دیدم هموطنای عزیز بسیار با زحمت آماده میشه. استاد که اینقدر شیرین صحبت میکنه، اینقدر مهربان است، این خو هیچ دلش نمیشه که مثلا به خدای نخواسته به شما قیمت بگه او را چند برابر بگه. من خو همین استاد که دیدیم خو اصلا یک کار هیچ وقت نمیکنه. و یک چیزی که استاد فعلا که زیادتر کسا خصوصا خانما زیادتر کسا امی اصلا خودم بر خود بگویم که نگوین که دیگرها را ما قضاوت کردیم خدای نخواسته، زیادتر نمیشناسن که اینمی اصلی است یا که بدل است، امی از هر سنگ که باشه. بسیار خوب سوال کردین. پیشتر امرای آقازاده پیش از این که شما بیاین صحبت کردم در این باره از ما بسیار کسا سوال میکنه که ما چطور بشناسیم. ما در برنامه قبلی کلای ما کشیدم گفتم موی سرم رفت شما در یک دقیقه یاد نمیگیرین. این یک درس است. یک درس است باید از بیاموزن. ما یک دوست ایرانی ماست که رئیس پالایشگاه نفتی ایران است و محقق سنگای قیمتی شده و در واتساپ کتی ما پیشتر برای زنا نشان دادم در تماس است، از ما معلومات میخواید راجع به چی. او هم همی سوال کرد که ما چطور بتانیم. بعد ما یک کلپ برش جور کردم، ما و فراجان دینرز جور کردم، برش روی کردم، آوازش به اینا شنواندم که او بسیار راضی بود و بسیار خوش بود که ما تانستم یک گپ جدید را یاد بگیرم. این حال به هموطنان ما باز هم میرم تکرار میکنم، این ما برشان عملا نشانشان میتم که سنگ اصل سنگ نقل چه قسم باید شناخته شود. اینجا من یک سنگ اصلی رو میارم، یک سنگ نقلی رو میارم. سنگای نقلی منظور ما از سنگایی هستند که اونمو بمباردمان اتمی جوف زمین یا مصنوعی برای یک مواد میتن. امو بمباردمان اتمی جوف زمین که منرال پخته میسازه امو را مصنوعی میتن. بازم نمیتونه که اونمو مولکولایی که در منرال موجود است او را منجمد بسازه. این خلای مولکولی خودم می داشته باشه. این حال مسنگای اصلی رو برمیاد. ببخشین که اینجا یک کمک ایسوپرو داره، خو یک چیزایی را معمولی را شاید به شما نشان بدم. اینیا اصلی است، لال است، لال بدخشان است، البته رنگ پیازی شد. این شما ببینین بسیار آسان هموطنان ما میتونه تشخیص بکنه. اگر یک سوزنک پنگ چیز پیشش باشه دهی یک انسکاک بده اصلا هیچ کدام خراشیدگی نمیگیره. و قدم دوم میتونه که از این استفاده بکنن. این ببینید به هر قدرت که مسرزی بیایم از پیش میلخچه، هیچ استادگی نمیکنه. یعنی مولکولای از این به حد منجمد است که این به خود چسبندگی را قبول نمیکنه. در حالی که اینی مصنوعی است. شما ببینین با مجرد که بسیار راستا ما ایره میخوایم اون بندش میکنه، اون دیدین که اون خراشیده شد. نه این حال اگه میخوایی که کدامش اصل است کدامش نقل، یک نقلی را که یک اصلی
بیار تچ بده بی بازم اثرش میلخچه بازم میلخچه 100 دفعه که کنی این خط نمیگیره ولیکن اینال با اصلی را سر ازی بیار این سایکو که خود چسبان دیده اون ختم کردش. اینی یک طریقه شناختن است بسیار ساده و بسیار میتود آسان. شما دیگه هموطنای عزیز کسایی که میخواین حتی فریب نخورن یا میگن نمی اصلیش ما پیدا بکنم دیگه اینمی یک راهش است. چطور استاد؟ بله اینمی راهش است آسان است ولی به هموطنان ما وعده دادیم در تمام مصاحبه وعده دادیم که در بازار میاین چیزی را که خودم ندارم مطمئن نیستن بیارن پیش ما بیارن ما زیاد نمیخوایم از پیشم 100 افغانی میخوایم به خاطر که ما اینجا کرامتم مالیه میتم در این کار کردیم. یک آدم 12 سال تحصیل میکنه 6 سال فاکولته 4 سال فاکولته میخوانه میره یک جای کار ماش میگیره. ما خب 50 سال از این کار کردم ما خب 100 ماش بگیرم از هموطنای ما. بنان بیارن به من نشان بتن یگان میارن میگه که بلش میارم در پشت بلش تایید کو میگم خیلی در این صورت مرا 5% شماره بتی که من تایید کنم به خاطر که من وقتی که تایید میکنم تاپیم میکنم پس مسئولیت شما میگیرم سبای روز تو میاری ما پولش خودم بپردازم نه اون نفر. بنان ما خو از یک چیز بخورم که باز پس برات تو بتم دیگه می آواز ما باید بفهمن هموطنای ما که مرا شارولی ماش نمیته اینجا که ما بر مردم مفت تا دیگر بگویم 50 روپه 100 روپه در مقابل یک سنگ که شما $100 میخرین ایت پیسه نیست. واقعا هم یک چیز است. استاد در برنامه قبلی ما زیاد صحبت داشتیم در مورد سنگایی که شما گفتین نظر به ماه تولد است. این صحبت ها رو ما در برنامه قبلی هم برای هموطنای عزیز ما داشتیم و یک چیز دیگه که من زیاد به ذهن خودم آمد میخوام از شما سوال بکنم این که گفتین سنگ ها هر کدامش که استفاده بکنیم یک فایده به بدن داره برای اینکه ما استفاده کنیم. این آیا کدام سنگ که یک شخص استفاده میکنه اگر مناسبش نباشه کدام ضرر هم برش داره یا نه؟ تمامی سنگ‌ها تمامی منرالا به خاطر مراحل پورا کردن مراحل جیولوژیکی خود برد برق شایع لایزر چیزی که در طبیعت است حتی نظر انسان در حالت هیجان لایزر میشه. خود چشم انسان هیچ وقت زنن نیست امو شوایی که میپرای امو زننده بنان منرال به خود میگیره صدمش به این یکی از خصوصیت بارز منرال است و دیگه خصوصیت بارز منرالی است که مثلا حقیق زمرد یاقوت یا دهین گرم آمدن نزد بخاری شتی هوا گرم است یا جلدت گرم آمده گرم میایه از خود از این گازات افراز میشه که سبب از بین بردن لکای جلدی صاف ساختن شرايين قلب خود زمرات برای صاف ساختن شرايين قلب است چنانچه که در طب قدیم در کویت پاکستان در روم یعنی امی طب رومی که میگن نه بالای مریضای قلبی خود پودر زمرد میخوراندن پودرشه؟ زمرد پودر میکردن میخوراندن و بنان تمام سنگایی که در طبیعت است و در حدیث شریف آمده چیزی که خلق شده به فایده بشریت است. در اولین جلد کتابی که ما نوشته کردیم در صفحه اولش هم حدیث شریف ما نوشته کردیم بنان هر آن چی که خلق شده به فایده بشریت است. سنگ، چوب، آهن هر چیزی که هست از چوب ما شما ورسی و دروازه می سازیم از سنگ به خاطر زینت و همچنان به خاطر استفاده از خصوصیاتش میگیم. عقیق خوب خصوصیات داره. عقیق چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و همچنان حضرت علی کرم الله وجهه به لشکریان خود دستور میداد که شما همیشه در دستان عقیق باشه، خصوصیتش و آگاه بدن و او هم در دست راست باشه. عقیق به دست راست میکنن. چرا باید دست راست باشه؟ یک شجره داره، شمشیرش در دست راستش است. عقیق هم در دست راستش است. با دشمن غلبه میکنه. هرگاه زخمی شد گازات از عقیق افراز میشه که زخم از او زود جور میشه. زود خوب شود.
زود خوب شود. و یا میگه فیروزه در دستت کو، فیروزه به کلمه عربی پیروزی است. وقتی که به دست راست داشته نگین فیروزه و شمشیرشان به دست راستش است، اونا پیروزی، چنانچه که در تمام غزوات پیروزیشان زیادتر بدن نسبت به عقب نشینیشان. بسیار عالی. تمام انگشترها، تمام سنگایی که اینجا هستن، چی به شکل گردنبند آماده شدن، چی به شکل انگشتر، تمامشان یک فواید، یک خصوصیت دارد. بر علاوه از اینکه بسیار زیبا است که خصوصا دختر خانم‌ها بسیار خوش دارن، در دست بسیار مقبول معلوم میشه. بر علاوه از اون فواید بسیار زیاده داره که واقعا قابل قدر است. تشکر شما. ما در این اواخر یک کار دیگر هم انجام دادیم، بعضی چیزای دیگه هم جور کردیم که با فراد جانم میگم به شما او رو نشان بده، ولی یک نمونه کوچک شد ما پری روز خلاص کردیم. اینجا ما یک تغییرات در نوع تولید خود ما آوردیم. خدا کنه که هموطنای ما ایره ببینه خوشش بیاید. چیزایی را که جور کردیم در روک خود ما میمانم، به خاطر که هموطنان ما به او بسیار علاقه دارن. این انگشتر پیش پری روز ما جور کردیم، بیروچ است، صافترین بیروچ است. نواری مدعی چی است؟ ما ایره فرمش خرد گرفتیم، کوتاه گرفتیم، نگین از پیش سر بر آمده. این نگین تاج میکنه در پشت دست ما. اونمو خصوصیت که در نگین است، این در وجود منتقالش میده. این کار من نو آغاز کردیم. بسیار نام خدا در دست خودتون یک رقم مقبول و معلوم میشه. تشکر از شما. دیگه شما ببینین، بیارم و انگشترها را بیار فراد جانم. مشتری هم زیاد است. فراد جان فکر کنم مصروف است. اینجا مشتری های خارجی هستن فعلا که میخواین سفارش هایی که از استاد گرفتن بخرن و شماره واتساپ رو میگیرن. آدم دیگه اینجا فرهاد جان برادر عزیز ما سنگار آورده. سلام فرهاد جان عزیز. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدین و دکان ما صفا آوردین. خوش باشین. فرهاد جان عزیز، استاد بزرگوار گفتین اینجا چند نمونه سنگ فرهاد جان عزیز که جدیداً جور کردن، میخواین که شما بر ما معرفی کنین. چرا نه، بسیار زیاد خوش آمدین. اکثریت سنگا رو ما کوشش کردم به اونجا به شما جاگزین کنم که استاد بهترتر به شما تشریح میکنه. چند دانی که هست که اینجا به شما تشریح میکنم و این وین که هست انگشترهایی را که ما تازه جور کردیم زمرد هست و اینجا سنگ های مختلف هست. متاسفانه اینجا من چند تا نمونه به شما میکشم. یا سنگشان بیروچ کنر هستن. بسیار عالی. سنگ از یا بیروچ کنر هستن و رکابش کار دست خود ماست که نقره 925 کار خود ماست. و یک چیزی که ما میخوایم به پشت کاملیت شما به متنای ما بفهمانم، اکثر هم هموطنای ما که میگم کارش کار خود ماست و این فکر مفتند که این نقره از بسیار خراب است. مهم اون نیست، مهم است که نقرهش 925 باشه. برعکس کار وطنی که است بسیار کار مستحکم است. اینجا اگر کدام انگشتر خارجی را ما به شما نشان میتم، ساختار وطنی را به شما نشان میتم. این انگشتر که است ساختارش که است خارجی است، اما ما فقط نگینش به ایشان دیم. اما این را ببینید چقدر نازک کار شده. بسیار یک چیز است که یک چیز رستگونی و راحتی مشکنه. اما این ساختار وطنی را ببینید چقدر مستحکم کار شده. یعنی را تا که خودش دلش نزده میتونه به دست خود کنه. و همچنین نمی 925 نقره کار تایلند است و 925 نقره وطنی تفاوت نداره. یعنی ذهنیت که هموطنای ما داره زمان که میگم کار وطنی است، یک قسم میشه میگه فکر میکنه که نقره از پاک نیست، صاف نیست، 925 نیست. نه خیر تو نیست. هنوز نقره 925 که دکاندار و نموز بله که به این میتونم بله بیان میته. دیگه این ذهنیت خواستم که یک دوست ما یک هموطن ما بیاید و این تشریح کنم که ذهنیت رفع شود. دوم درباره سنگ است. اکثر هموطنای ما که می داخل دکان که میشن، زمانی که من سنگا رو برشان نشان میتم سنگ خوش نمیکنن، میگه بسیار خورده است، این بسیار خورده است. و زمانی که من کلان میکشم برشان قیمت میگم، باز کلانم خریدن نمیتونه. این حال موضوع به اینجا است که سنگ ما خودمون بعد خودمون میگیریم سنگ خرد جور میکنیم. چرا که سنگ خرد میخوام یک هموطن ما داخل دکان ما شوه او خریداری بتونه و او مشتری ما شوه یک چیز از دکان ما گرفته بتونه. این حال سنگ کلان مشکل نیست، ما برشان پیدا میکنیم، سنگ کلان ما جور میکنیم. او قیمت گزاف داره سنگ کلان.
این حالا یک کریت سنگ کلان بیروچ که هست که از $10 شروع است، اگر رنگ باشه تا کریت $300-200 هم است. این حالا کجا یک آمدن متوانش داره. این بیروچ که شما می‌بینید رنگ آبی بسیار قیمتی بیروچ است. قیمت از این چند است؟ این قیمت از این است 9000 افغانی. اگر 3 کریت 4 کریت 5 کریت باشه قیمت از این به 25000 30000 این حال میرسه. این یک موضوع است که به باره سنگ هم به شما ما یادآور شوم. این حال شما به این بین که میبینید سنگای ترکیبی هم هست. مثلا به این یاقوتا که شما میبینید یا یاقوتای ترکیبی هستند یا مدنی نیستند. بعضی متانای ما فقط میگم این رنگ سرخ رنگ گلابی که به یاقوت افغانی بار معلوم شد و ما فرمایش بده جور کو. تو چیزا ما داریم. اما زیاتر پیشنهاد که ما به متانای ما میکنم این قبی گیرین مشکل نیست، اما اصلی بگیرید که خصوصیات خود داره خراب نشه به مرور زمان. خصوصیات هم داره. یک چیز اصل بعد استفاده کنیم. بسیار عالی. اینمی بین که است کدامش قیمت ترین است و کدامش ارزان ترین است؟ به این که است که قیمتی ترین انگشتر ما به اونجا به بیروچ به شما ماندم که استاد به شما تشریح کنه. اما در این بین که است که این بیروچ تراش قدیم است، تراش حال نیست، تراش بسیار قدیم است و می خاطر ساده تراش است. بسیار مقبول آمد. 20000 افغانی است قیمتش. بیروچ است که مثلا یک شکل بسیار یک لایت خاص هم داره. سرش هم تراشیده و این خاطر است که تراش حال نیست، تراش قدیم است. و ارزان ترین هم و بینش نمی انگشترهای مثل این گارنت هم است. گارنت متنای ما یاقوت سوختان میگن. این است قیمت از 4000 افغانی است. 4000 افغانی. بسیار عالی. یک چیزی که است بسیار تو ظریف و مقبول. واقعا عالی. این میجا یک انگشتر دیگر هم ما میخوایم که در مورد خصوصیات و ویژگیش برای ما بگید. این می انگشتر است. این انگشتر از اینترنت دیزاینش دیدم بسیار زیاد خوشم آمد. دیزاینش خوشم آمد. ولی دیگه رفتم گفتم خواستم یک چیز ما جور کنم، دو دانه جور کردم، گفتم میره به شب جور کردم که یک زوج پیش ما بیاد. این شب نامزد یا خانم خود بگیره خودش بگیره بپوشه. نگین از یک از موزنهایت است یا موزنایت اکثر نماتانای ما به نام الماس روسی میشناسه، اما نه اصلا نامش موزنایت است، براده الماس است. امی الماس تراشا زمان که الماس تراش میکنن اما خاکه و بیایش پس دوباره به ماشین پرس میکنن، قسم یک چیز جور میکنن یا را به هر نوع ماشینی که چک شوه یا الماس نشان میده اما در حقیقت الماس نیستن یا موزنایت هستن. و این نقرس فریم از این نقرس تک به این بسیار زحمت کشیده، کندنکار جدا به این زحمت کشیده، دیگه نگینشان به این جدا زحمت کشیده، نقرس تک رنگ طلا کرده میشه، بسیار یک چیز خاص است که یا یگان شاهان به میارسی خود میتون باشه نکای خیلی بسیار یک چیز خاص است. اون چیزا ما ایرا جور کردم دیگه دو دانم جور کردم. بسیار عالی. قیمتش چند است؟ اینی چون که سنگ از این است 5 کرات قیمت از این 18000 است. اینی که سنگش که است 1 کرات است قیمت از این 10000 است. این به این دلیل قیمت است گفتر سرزمین رکاب زیاد زحمت کشیده. بله. اما تو معلوم دار هم است اینمی که گفتی کسایی که عروسی میکنن بیاین اینو میره خرید کنن دنیا دوست است نمودشان کنن که اینا نمود و اینا مقبولی. واقعا بسیار مقبول است. تشکر فرهاد جان عزیز. تشکر از شما بسیار زیاد خوش آمدید به دکان ما. سلامت باشید، بخیر باشید. تشکر، خیر بین. سلامت باشید. استاد بسیار زیاد تشکر از شما. قابل تشکر نیست. من بسیار خوش شدم که شما بازم آمدین و اینجا هموطنان ما فهمیدن. ما چیزی که یاد داشتیم امروز یک درس جدید هم دادیم. من معلم هستم، خوش دارم که درس های جدید برای همگی بتم. هر سوالی که هموطنان ما داشته باشند، چی در مورد سنگ باشه، چی در مورد فلزات باشه، مطالعه ما در فلزات هم است، کیمیای فلزات هم خواندیم و در سنگ هم کم کم شکر بلد شدیم. اینمی شماره واتساپ هم است، میتونن از ما سوال بکنن. ما انشاءالله جوابشان میتم. چنانچه پیشتر برای آقازاده ما آواز کسی را شنواندم که او خودش رئیس پالایشگاه نفتی ایران است و محقق سنگ است. از ما سوال میکنه و همیشه سوال کرده میگه خسته نشی و چطور و چیکار. نه ما کم حوصله نیستم، شکر میتونم جواب سوالایتان بدم. انشاءالله اگر نتانستم باز ازتان خواهش میکنم که فردا جواب سوالتان پیدا میکنیم. انشاءالله در خدمت مردم هستیم. چیزایی که گفتم در میان برنامه از خاطر جگروی ها معذرت ما را قبول کنین. ما هم مصارف داریم و همچنان ما بازم در خدمت هستیم. تشکر استاد بسیار زیاد. سلام. و تشکر میکنم از تمام شما وطنای عزیز که تا فعلا بیننده برنامه ما بودین. امروز قسمت بیننده بودیم. ما بسیار انگشتری‌های مقبول که برای آقایان و خانم‌ها بودن به معرفی گرفتیم. دیگه این بود برنامه امروز ما با صحبت‌های شیرین استاد و معلومات‌های بسیار خوبه که برای ما دادن.
دیگه تا دیدار بعد و برنامه های بعد بدید.